با کهندیار زیبا منظر با تاجیکستان صاحب استقلال ایام احیا و شکوفایی، فصل گل، بهار گل بیز آمد. نوروز از کهن‌ترین و دیرپای‌ترین جشن ملی ماست. در تمام شهر و دهات، هر کوی و محل، پیر و برنا، خرد و بزرگ، با گفتار و پیندار نیک، با شکوه و شهامت خاص بزم نوروزی برپا می کنند. نوروز چراغ خودشناسی هاست. ناحیه خوالنگ موضع زیبا و دلآویز است. تل و تپه‌های بلند و کوه‌های ساکت و استوار خوالنگ دائما سفید پوش است. حتی انتهای ماه اسفندآموز و اول ماه فروردین باریدن برف و باران زیاد در این موضع یک امر طبیعی است. مردم خوالنگ خوبرو و آزاده و صمیمی‌اند. به هر کاری که کمر بندند صمیمانه و از تحت دل آن را به انجام می‌رسانند. جابر کدیلم جابر کدیلم جابر کدیلم بگو دیلم بگو دیله جابر کدیلم جابر کدیلم جابر کدیلم بگو دیلم بگو دیله اوی من صدقه شوم زلفانی چرمینی تو را جابر کدیلم جابر کدیلم جابر کدیلم بگو دیلم بگو دیله هوی موی هوی درازی همچو قمچینی تو را جابر کدیلم جابر کدیلم جابر کدیلم بگو دیلم بگو دیله هوی یک بار نگاهی بر منی زارو کنی هوی یک بار نگاهی بر منی زارو کنی اوی با هیله برم این دیلی سنگینی تو را جابر کدیلم جابر کدیلم جابر کدیلم بگو دیلم بگو دیله اوی قدی تو با قدی ایشوگر میمونه جابر کدیلم جابر کدیلم جابر کدیلم بگو دیلم بگو دیله اوی روی تو با کلچه قمر میمونه جابر کدیلم جابر کدیلم جابر کدیلم بگو دیلم بگو دیله اوی هر کس کی با بالینی تو سر میمونه اوی هر کس کی با بالینی تو سر میمونه اوی در نازک کرش ماهای تو در میمونه جابر کدیلم جابر کدیلم جابر کدیلم بگو دیلم بگو دیله جابر کدیلم جابر کدیلم جابر کدیلم بگو دیلم بگو دیله سیری دل بیاری خود هرگز نگویی صنمه این دلی سوخته ما را تو میدانی مگمه سیری دل بیاری خود هرگز نگویی صنمه این دلی سوخته ما را تو میدانی مگمه ما به بازار میروم روی ما
را به سرت بدود و پیش ما بیای مگم سیری دل با یاری خود هرگز نگویی صنمه این دلی سوخته ای ما را تو میدانی مگم ما به بازار میروم گوشوار خش کرده گیره او را به گوشات بدود و پیش ما بیای مگم سیری دل با یاری خود هرگز نگویی صنمه این دلی سوخته ای ما را تو میدانی مگم ما به بازار میروم کرتر خش کرده گیرم او را به تنت بپوش و پیش ما بیای مگم سیری دل با یاری خود هرگز نگویی صنمه این دلی سوخته ای ما را تو میدانی مگم ما به بازار میروم کوشار خش کرده گیرم او را به پود بپوش و پیش ما بیای مگم سیری دل به یاری خود هرگز نگویی صنمه این دلی سوخته ای ما را تو میدانی مگم سیری دل به یاری خود هرگز نگویی صنمه این دلی سوخته ای ما را تو میدانی مگم جشن زیبای ملی نوروز نیکپی را مردم کوهمنظر خیلی صمیمی و با شکوه تجلیل می کنند. تجلیل جشن زیبای نیاگان با شکوه و شهامت و با تمام رسوم و سنت های نجیب مردمی دلیل گفته های بالاست. имсол низ тантанаву шаҳомати наврӯзи оламафрӯз тамоми маҳаллаву росто ва мардуми самимиву худшиносро ба ҳам овард. бар мардуми фарзона наврӯз муборак бод, бар шеваи меҳрона наврӯз муборак бод. گردید زمین سبز، گردید فنا هر درد، سبزی چو هر دانه نوروز مبارک باد. به دیار زیبا منظر ما باز بهار نازنین قدم رنجه نمود. در این فصل نازنین، در این فصل شکفتن ها، یکی از جشن های قدیمه مردمی تاجیکی در فصل بهار تجلیل می گردد این جشن نوروز است. امروز مردم خوالینگ در یکی از دره‌های زیبا منظر دره مختار سرجم آمده جشن نوروز را تجلیل نموده ایستادند. سنت‌های ملی و اجدادی و آداب و رسوم نیاگان در جشن بین المللی نوروز در باور و اعتقاد مردم آزاده و سرفراز ما ریشه قوی دارد. این صفت و خصوصیت‌های نجیب شهادت دل‌های پر از محبت و مهر، قلب‌های پاک و بی‌آلایش و خرد و هنر ازلی مردم آزاداندیش ماست.
خوان نوروزی از رکنهای اساسی جشن بزرگ است. از نظر مردم شناسی آن نه تنها خوان نوروزی بلکه رمز و باور و اعتقاد است که با اسطوره و روایت‌های زیبا و تاریخ پرغناوت آمیزش یافته خرد و معرفت، جوهر باطنی انسان و در مجموع خلقت بشریت را افاده می‌سازد. به عبارت دیگر آن بیانگر فضا و محیط نوروزی و رشد و احیای طبیعت است. یکی از عنعنه‌های قدیمی مردم تاجیک در جشن نوروز این آراستن خوان هفسین و هفشین می باشد که این معنی سیری و پوری و انمون فراوانی انمون سال را در بر میگیرند. سبزه این رمز انمون سرسبزی و خرمی همان فصل سال را نشان میدهد. گستردن خوان نوروزی و آراستن آن به سنت نجیب نیاگان با هفت‌سین و هفتچین نمونه خیر و برکت است. مردم آنچه دارد روی دسترخوان میگذارد و دعا میکند که تمام سال فیض و برکت و سرور و شادمانی با آنها باشد. در زمینه نوروز در همین ناحیه خوالینگ بسیار عنعنه‌های زیادی است، چون دیگر گوشه‌های تاجیکستان عزیز ما مثلا در نوروز هیچ وقت گوشت خوراکی‌های گوشتی تیار نمی‌کنند. هیچ وقت تمام نمود خوراکی‌ها از نام علف‌های داروگی، نباتات داروگی استفاده برده نمودهای گوناگون اوتالا و مثلا برنج‌ها و دیگر شیوه که مثلا شیر برنجی، شیر روغن، شیر چای و دیگر نمودهای خوراکی در دسترخوان. ما می‌دانیم که در همین حالت دسترخوان مردم به خوراکی هفشین نمیگذشت، برای آنکه این عنعنه بود. عنعنه هفشین بر وقت‌تر هفشین بود، با خوراکی تغییر دیگرگون کشید که به حرف 3 صرف میشوند. هفسین سبزه و سمنک دیگر رو انا همین خیل دسترخوان آرا داده میشود و همین عید نوروز هم کودک‌ها به طور خود عید نوروز قید میکنند. انا مثلا کلان سالون به طور خود قید میکنند و انا زنان هر کدامش با کارهای خود مثلا با پخت پز و با دوختن هر گونه نقش نگارها و دخترک‌ها هم میخواد شیراز بافی و خردکان باشد، اگر پنجه که هر که کاکل بافی و جزاچه بافی دیگه و خلاصه که همین مجرای زندگی، جریان زندگی یک شروع یک روش نو پیدا میکنه، آغاز میشود. نوروز دلافروز در طول موجودیتش از روز بنیاد تا کنون از آداب و خرد و دانش، اخلاق و معرفت، رسوم نجیب بهره‌ور شده عنعنه‌های نیک نیاگان را تا امروز با خود باز آورده است. میان مردم ما تا هنوز عنعنه خوب جاری است. اگر عروس شیرین بخت در جشن نوروز پا به خانه داماد گذاشت، حتما زن سال دیده و نیک روزگار دستان عروس را آرد و روغن میگیرد، به آنها بخت سفید تمنا میکند. این عنعنه را مردم خوالینگ در توی و سور فرزندان حتمی میدانند.
رسم‌های ملی ایداوری قدیم تا حاضره همه اردوزان دوام دارن. در دستورش سفید ارد می‌ریزن که سفید شود. وقتی سفید شود تا روغن می‌ریزن سری پریب ارزونی شود. دنیا تنج امانی شود. همه خوشبخت دنیایی باشن. ما عنعنای برای دور میبریم که ای بین نروند. سومنک از اساسی ترین رکن نوروزی است. هنگامی تیار کردن سومنک زن خوشروزگار مردم را به رقص و سرود و بازی دعوت می سازد. جوان دختران بزم می آرایند. تا آماده شدن سومنک شادی می کنند. رقص و سرود و سرور و شادی در دره مختار دلیل این گفته هاست. سومنک یکی از رمزهای اساسی جشن نوروز به حساب می رود. امروز زنان و بانوان خوالینگ گرد سفره نوروزی جمع آمده در اینجا سومنک تیار می کنند. خالای تقایگل مدت زیاد می شود که انامین سومنک را برای نوروز آماده کرده ایستاده است. می گفتید که سومنک را از کدام وقت برای انامین گونه سبزه شدن می گذارید؟ وقتی که اومد بهار شد ما گندم رو میشیم در دون او یک شب یک روز میمونیم. اوش سحر میریزیم تو وگهره میسته در لگنو تقسیم کرده گندم تنک میکنیم. وقتی که گندم نشک میزنه ما او را او میچوشیم. هر سحر ما او را او میزنیم. بعد او سوزه میکنه. مادرای ما میگفت که وقتی که سوزه بلند شد سومنک بیمزه میشوه. وقتی که سوزه پستک باشه امو هم بچم گندم بچکنه. بعد میچکیم سوزه رو میپلونیم در طبق میگیریم. ارده میبزیم در صرفه و میگیریم خمیر میخیلیم. هم سومنکی دیگی میگیم اوتلگی هم سومنکی کلچگی. بعد همین خیلی تیارش میکنیم. اساسا در فصل نوروز در اومدن بهار همه خلق توجیکی ما زن توجیکی ما بس سومنک پزی تیار میشوه. ناحیه خوالینگ اینا ما همین روز سومنکمون اینا تیار چکیدیم اینا تیار کردیم همه چیزا پختیسیم. مدت چند روز میشد که در انمون سبزه میستد که برای آماده کردن انمون سومنک اوتلگی یا که سومنک کلچگی تیار میشود؟ یک هفته سومنک امی گندم ما یک هفته در میشود تیار. یک هفته ما همون را هر سحر او میچوشیم اوش میریزیم خش رو نگاش میکنیم. وقتی که نیش از سوزش تیار شد میگیریم میچکیم. بعد این همه خیلی تیار میکنیم سومنک هم اوتلگی شد هم سومنک کلچگی. با کدام خاطر مخصوصا در فصل بهار انامین سومنک رو میگذارند؟ خلق توجیک میدونه اینا که همین بهار شده که نوروز شد اینا ما به بهار دیگه رسیده میگیم. ما سبزه را مایده میکنیم نمی خیلی مایدهش میکنیم. وقتی که چی شد بعد اینا میچکیم طبق نمیدوزیم اینا میچکیم بچم. بعد اینا میجفیم اوشا میگیریم اینا خیلی هلک ده میریزیم بچم صف میکنیم در طبق میریزیم ارده میگیریم بعد خمیشه میخیلیم. انا سومنکی که چی میکنیم اوتلگی میکنیم کو او را تن نکک اینا رنگی نمی خروکای ملی گرسوز واری با پشت قاشق چوبینم خیلی میکویم بچه‌ما اینم خیلی میکویم در دیگ میریزیم. بعد مادرای ما میگفت که 7 سنگچه را بدوزینده در دیگ نچسبه دیگ سیاه نشوه. بعد در دیگ میریزیم بعد همون را میکویم و وقتی میکویم خیلی دور دراز میشوه. این در 5 مینوت 10 مینوت سومنک تیار نمیشوه. وقتی که تیار شد سومنک سرخچه میشوه. سرخ کشید سومنک شیرین میشوه شیره‌دار میشوه. شیرش در قاشق کاولز ما هم خیلی میچسبه. ما میفهمیم که سومنک تیار شد بچم. بعد میگیریم میورداریم و در روغن میریزیم در پیش مردم یک لو میمونیم دوستا را فریاد میکنیم. با دوستا و با نزدیکا و با فرزنده و همه کسا سرجم میشنیم و سومنک هم میخوریم.
достанону бонувони тоҷик дар гирди деги суманак анамин гуна сарҷам шуда то тайёр шудани суманак шеъру сурудхонӣ карда ба ҳам суҳбат мекунанд. ҳангоми пухтани суманак суруду шодӣ, рақсу бозӣ, ҳазлу шӯхӣ аз оинҳои Наврӯз аст. зеро тибқи боварии мардум агар ҷашни Наврӯз ба хандаву ҳазлу тараб истиқбол гардад, соли нав соли файзу баракат ва соли суруру нишод хоҳад шуд. қироати дубайтиву шеър аз оини дигари мардум аст. гурӯҳи ҷавондухтарону писарон дар чаманзори сабзу хурам шеъру суруд мехонанд. باز در گوشه پاریسه بام پدری لاله می روید و کمری به نوا می آید لانمانند زینو داستکان سفری. ای دوست بیا باز به نوروز رسیدیم نو قصه بپرداز به نوروز رسیدیم در پرده گل با نوا کرده پریشان ای مرغ خوش آواز به نوروز رسیدیم. بهار آمد بهار آمد بهار مشک بار آمد نگار آمد نگار آمد نگار برد بار آمد زی سوسن بشنوی ریحان که سوسن صد زبان دارد با آب و گل و دشت بنگر که پر نقش و نگار آمد گل از نرگس همه پرسد که چون بودی تو در غربت همه گفتا خوشم زیرا خوشی ها زان دیار آمد. گل بیرخ یار خوش نباشد به باده بهار خوش نباشد طرفی چمن و طواف بوستان به لاله و زار خوش نباشد. نوروز شد و لاله خوش رنگ برآمد بلبل به تماشای دف و چنگ برآمد مرغان هوا جمله بکردن پرواز مرغی دل من از قفس تنگ برآمد. خاطره اشکت برایم گوهر است یک دعایت از همه بالاتر است خاطره اشکت برایم گوهر است یک دعایت از همه بالاتر است این کلمه در زبان از کودکی او چه جانم و چه جان این مادر است او چه جانم و چه جان این مادر است یارم ای
дар наврӯз бештаре аз таомҳои миллӣ аз гиёҳҳову рустаниҳои баҳорӣ омода карда мешавад. далдаву ширбиринҷ, оши бурида аз зумраи таомҳоест, ки дар ҷашни наврӯз пухта мешаванд. сокинони ноҳияи ховалинг низ дар ҷашни наврӯз ана ҳамин гуна таомҳои миллиро омода ва ба меҳмонон пешкаш месозанд. гурӯҳи зиёди ҷавонон ба ҳам омада дар базмгоҳи наврӯзӣ мусобиқаи гӯштингириро ба роҳ мемонанд. мардуми зиёд паҳлавононро ба овози ҳайбале рӯҳбаланд месозанд. ҳамасола дар сартосари ҷумҳурӣ ва бахусус дар минтақаҳои кӯҳистон чорабиниҳои варзишӣ аз қабили гӯштин, аспдавонӣ, банкашак бисёр бозиҳои варзишии миллӣ ҳастанд, ки махсусан дар фасли баҳор дар наврӯзӣ баргузор карда мешаванд. ва ин чорабиние ки имрӯз баргузор карда шудааст сайри наврӯзӣ аст. ва наврӯзӣ гӯштине ки дар ин ҷо баргузор карда шудааст байни наврасон аст ва ин ҳамчун як омодабошии варзишгарони наврас аст барои гӯштинҳои наврӯзии имсола. бандкашӣ низ миёни мардум хоса наврасон хеле маъмул аст. баъзан вақт калонсолон ҳам бо наврасон ҳамроҳ мешаванд. бештариҳо ба бозии бандкашӣ шавқ доранд, зеро ғолибонро тӯҳфа интизор аст. аз муҳаббат ва шодиву нишоти мардум таҷлили самимонаи ин ҷашни зебои ниёгон метавон ба деринагии наврӯзи сабзқадам ва хуҷаста буданаш пай бурд ва нақши онро дар таъмини адолат, меҳрубонӣ, дастгирӣ аз бечорагону нотавонон ва рафъи кинаву зиштиҳо боз шинохт. наврӯз ба тамоми шукӯҳу шаҳомат ва суннату оинҳои наҷиб дар дили мардум на танҳо устувору пойбарҷост, балки дигар суннату анъанаҳои наҷиб ба он зам гардида шаҳомату шукӯҳашро афзудааст. پس چرا گویند یاران مرحبا، مهمانی تاجیکستان مرحبا. مهمان من نیستم یاران حذر، از چنین گپ‌های ناچسبان حذر. من نیم بیگانه در این سرزمین، من نیم دور از دیار دلنشین. در همین جا هست منزلگاه من، در همین جا هست روشن راه من. در همین جا من به دنیا آمدم، در همین جا چشم بینا آمدم. در همین جا شد صدای من بلند، در همین جا دوست را گشتم پسند. جان شیرین در جوانی ساختیم، خانه هر دو با او دل باختیم. ما سفر داریم با امر وطن، با سپارش های خلق و خویشتن.
دوستی را جستجو داره ما، از امانی گفتگو داره ما. خلقها را زندگی اقلا کند، مهر دل را هدیه بر آنها کند. پس چرا گویند یاران مرحبا، مهمانی تاجیکستان مرحبا. наврӯзи сабзқадам чун як ҷашни зебои ниёгон, чун як дарахти устувору пурбору самари анъанаҳои миллӣ, расму оини наҷиб, суннату одатҳои ҳамидаи пешинаву воқеӣ ба хотири афзудани шодиву сурур то имрӯз устувору пойбарҷо мондааст. тамоми суннату анъанаҳои он зебову дилпазир аст. вуруди ин иди суннатиро сартосари мамлакат дар ҳар хонаву маҳалла, шаҳру деҳот бо шодии зиёд, базму тараб бо муҳаббат таҷлил мекунанд. мардуми диёри бостонӣ ҳамеша ба одоб ва русуми наврӯз побанду алоқаманданд. نوروز دیار آمد، پیغامی بهار آمد، در موسم کار آمد. نوروز مبارک باد، هم زیبی چمن نوروز، هم زیبی وطن نوروز، در دشت و دمن نوروز. نوروز مبارک باد، نوروز مبارک باد. نوروز نوبهار است، گل در میان خار است، غنچه دهان گشاده، بلبل چی بیقرار است. بهار
روزی بچین گلهای نوروزی پشتاقی گلدوزی بهاری نو مبارک باد. بهار آمد صدای بلبل آمد، نسیم و فارم و بوی گل آمد. لباس سبز را صحرا ببر کرد، کلاهی سبسفید آلو به سر کرد. پس از باریدن باران نیسان، چه زیبااند دشت و کوهساران. بهار آمد چمن گلپوش آمد، دل ما بچه ها در جوش آمد. دویدیم و به سوی باغ رفتیم، همه مانند گل بالیده گفتیم. درخت نو به باغ نو شناندیم، درخت سیب و زردآلو رساندیم. همان سالی که آنها بار آرند، به ما خرسندی بسیار آرند. مژده که آمد بهار، سبزه و گل بیشمار. آبی فراوان به باغ، گشته رود در کنار. آمد بهار و موسم گلها رسیده است، لاله علم بر کوه و صحرا کشیده است. بلبل سرود گفته سرانداز گشته سر، غنچه ز حضرای حضرا دویده است. بخشی از جشن نوروز را نمایش هنرهای مردمی تشکیل می دهد و این عنعنه سال تا سال رشد می کند. در فصل بهار و ایام نوروز زنان خوبرو و هنرمند این ناحیه سرجم می شوند، خرسندی می کنند. به استقبال جشن نوروز پیراهن‌های زیبا می دوزند. چکن و گلدوزی از این شمار است. برای مردان هم تاقی‌های زیبا می دوزند. تاقی چکن خیلی زیباست. آن را مردان در توی خرسندی در معرکه‌های دیگر به سر می‌گذارند و سهولت می‌کنند. هنرهای مردمی امثال سوزانی و گلدوزی، زرگری و سازهای گوناگون موسیقی از این زمره است. از سال 2004 این جانب در مرکز ما بسیار هنرهای مردمی اثر نو احیا کرده شدند. مخصوصا یکی از فعالیت‌های مرکز ما این گلدوزی می باشد که ما گلدوزی قدیمه تاجیکی را بیشتر در مرکزمون استفاده میبریم. در مرکز ما غیر از یعنی گلدوزی چکن، کرتوهای چکن، بالشت ها، تاقی های گلدوزی، ارمغان های گلدوزی با نقش نگار ملی و یک چند فعالیت های دیگر برای بانوان یعنی بانوان جوان و دخترها دیگر هنرهای پخت و پز، پختن شیرینی ها و دیگر چیزها آموزانده می شود. یکی از همه هنرهای والاترین که در امروز یعنی دقت بیشتر سیاحان را دقت خود جوان دختران را جلب نموده است این گلدوزی می باشد که در مرکز ما دختران سال 20-25 نفر جوان دختران یا زنان از این هنر بهره‌ور می‌گردند. امروز که فصل بهار است ما همراه دختران جمع آمده در یک جا یعنی برای تیار کردن نوروز تاقی‌های گلدوزی تیار نموده ایستادیم، بالش‌ها تیار نموده ایستادیم، کرته‌های گلدوزی که دختران یعنی با این تیار نمودن این چیزها شوق و رغبت بی نهایت زیاد دارند. زن دختر نه تنها وای کدبانوی خانه می باشد بلکه با آموختن علم با آموختن یعنی از خود نمودن دیگر هنرها نیز باید کوشش به خرج دهند. در ناحیه خوالین یک عنعنه خوبی در بین بانوان ما هست که آنها پیش از آمدن جشن نوروز در یک جا سرجم آمده برای لباس‌های عیدانه خود یعنی جشن نوروز را قید کردن گلدوزی ها میکنم، تاقی های گلدوزی، کرته های گلدوزی، رویمال های میان بسیار چیزهای گلدوزی برای جشن نوروز آماده می سازند. زیب و زینت و آرایشات زنانه با عرف و عادت
و حیات و روزگار مردم پیوند ناگسستنی دارد. هر یک دوره تاریخ آثار از زیبایی و جهاز آرایشی را از خود باقی مانده است. یکی از معمولترین آرایشات قدیمه زنان گوشواره و گردنبند، انگشترین، حلقه و دستپانه می باشد. یکی از معمولترین هنرهای والای مردم تاجیک که امروز مقام خاصه دارد هنر زرگری است. در ناحیه خوالین کارخانه زرگری چیلچنار فعالیت می کند. درخواست مردم در فصل بهار و نوروز به مصنوعات زرگری خیلی زیاد است. نقش ماه و خورشید، ستاره و گل و رستنی در هنر زرگری حکمت زیاد دارد. آن از باور و دانش و خرد ازلی مردم تاجیک شهادت می دهد. نوروز سپیددم هستی است. آن یکی از عنصرهای اصلی معین کننده شباهت و ماننده و مشترکات فرهنگ خلق و قومیت‌های جهان چون نوشته داستان یا روایت در باب آفرینش گیتی و انسان است. فرهنگ هیچ یک خلق و مردم از این داستان و روایت عاری نیست، چرا که یکی از پرقوت‌ترین و دیرپای‌ترین نیازهای سرشت بشریت همان است که راز و اسرار، آفرینش و حکمت هستی خود را دریابد تا با تکیه بر این دریافت و معرفت راه خود را در مسیر هستی بشناسد و هدف خود را تعیین سازد. این همه رسوم و عنعنه‌های ملی که در نوروز خجسته‌پی تجلیل می‌گردد شناسنامه و معرفی کننده خلق آزاده تاجیک است. لبتر و خون در لب و گرمی بدن را تا بس نکنه دل حرکت می جزدن را تا بس نکنه دل حرکت می جزدن را از قوه به بازوز خم و راست شدن را از قوه به بازوز خم و راست شدن را از کف ندیه دامن مقصودی وطن را از کف ندیه دامن مقصودی وطن را این اسب مادر به وطن راز دل من این اسب مادر به وطن راز دل من بگذار جهان بشنود آواز دل من بگذار جهان بشنود آواز دل من گفتار و پیندار و رفتار، سنت و آیین مردم آزاده و خوش سلیقه تاجیک یکی از رکن‌های ارزشمند میراث عمومی بشری اند. این همه آفریده های والا از عالم بای و پرغناوت معنوی، زیبایی پسندی و زیبایی آفری، سازندگی و صاحب تاریخ و فرهنگ باستانی بودن مردم آزاده تاجیک شهادت می‌دهد. باشد که تمام آرزو و آرمان آدمان با نوروز همایون قدم در روی زمین فیض و برکت و شادی و نشاط بیارد و با رسم و سنت های دلاویزش هزار ساله های دیگر جاویدان باشد.
نوروزی عجم آمد فرخنده و فرخنده پیشا که قدر بینم ای یار گل چیده نوروزی عجم آمد فرخنده و فرخنده پیش آی قدر بینم ای یار گل چیده کاکل بقدر پر پر رخصار گلی احمد کاکل بقدر پر پر رخصار گلی احمد آمام بکنارم جان رقصیده و رقصیده آمام بکنارم جان رقصیده و رقصیده این دانه نوروزی از دستی تو میخواهم شب تا سحرم از عشق افسانه بگو ماهم با غنچه نوروزی پیراهنی گلدوزی بازای که پزمانم نوروزی عجم آمد فرخنده و فرخنده پیش آی قدر بینم ای یار گل چیده کاکل بقدر پر پر رخصار گلی احمد کاکل بقدر پر پر رخصار گلی احمد پامام بکنارم جان رقصیده و رقصیده پامام بکنارم جان رقصیده و رقصیده رقصیده و رقصیده رقصیده و رقصیده یار من روز بیا جشن دل افروز بیا یاری چکم پشی من فرخنده پیروز بیا یار من روز بیا جشن دل افروز بیا یاری چکم پشی من فرخنده پیروز بیا نغمه کم گدری گل دختران چون پری نغمه کم گدری گل دختران چون پری ثبت و نوا بر فلکه ایزی برم میبری یار من روز بیا جشن دل افروز بیا یاری چکم پشی من